نویسنده میخوام که تراوشات ذهن مریضشو بیاره بریزه تو این برنامه. چطور بگم؟ یه بی‌ناموس کامل میخوام. بازیگر نداریم. ببین من فکر اونجاشم کردم. من شماره 1 شو دارم، زنگ میزنم به اون میگم دوستاتم بردار بیار. یه جوری وانمود میکنم انگار هیچ کی اونجا نمیشناسه. خب بچه‌ها خیلی خوش اومدید به برنامه فساد ابدی. دوستام که میکردی اینا بودن، از اینا بدتر نبود برداری برای خود بیاری. چکری همه اول باشد. اینجا همه چی طبق سناریو پیش میره. من میخوام از لحظه به لحظه این برنامه گند و کثافت بریزه. تو مگه ایرانی نیستی؟ خب مگه تو زندگی واقعی تو گند و کثافت میریزه؟ نه دیگه، بعد سناریو باشه. صبح تا شب فتنه میکنید، بین همدیگه رو به هم میزنید، مال اونو کیو بر میزنید، ولی صبح پا میشید با آهنگ دلو دادم به تو جزیره، امیر حسین بدترینه، شاهینم اولترینه، نگار پیپی کسی گردن نگیره، میرقصه. نگار صدا دعواشون شده. خارج از سناریو؟ آره. سر چی؟ سر این که از این چیزای بینی تو. بابا من به شما میگم من جنجال میخوام. کجای نمیفهمی؟ واقعا خوشمزه است. یکی رو پیدا کردم، آدم مخلوط، میکس شهاب مظفری، رضا گلزار، پنگول و مترومن. حتی نه شغلش چیه؟ نکنه سوپر مدل. دکتر یارو. نگار میگه تو این بازی من کارتو میذارم رو لپم، بدآموزی داره. ویو یاد پایین. نگار جواب میده واسه من فقط پول و ویو مهمه، به درک که بچه مردم داره میبینه.